چه برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، در حق ما دعا کنید. ما یک گروه بچه های تاجیک در شهر قزاقستان کار داریم. از شما خواهش داریم که در حق ما دعاگو باشید. الله از شما راضی باشد. خب یک سوال دارم اکای داملا، من 4 روز روزه را گرفتم و به سبب کارم مشکل بود. خب در آفتابی کار میکردیم. من خب 4 روز رمضان را تا بگاه طاقت کردم و دیگر نیت نکردم. اما الان یک جای دیگر آمدم، میتوانم روزه را بگیرم و بعد رمضان همان روزهای نگرفته بودم خب بگیرم اگر زنده و سلامت باشم و من گناهگار شدم یا نه؟ الله از شما راضی باشد. که داملا التماس جواب سوال را بگردانید. خب اکنون برادر عزیز، وقتی که شما خورده، اولا اینکه کار برای انسان عذر نمی شود. انسان می تواند که همون روزهایی که گرم هستن و مشکل هستن هم روزها کار نبراید، چون که رمضان حکمش زیادتر بالاتر است. انسان باید روزه را گیره. اکنون شما که وقتی خورده به نیت خوردگی هسته، بعد از رمضان یعنی فقط قضا میگیره و برای شما ضرور است که توبه داشته باشی نزد خداوند. از این 4 روزه که یعنی از چند روزه که روزه را خورده، از این روزها نزد خداوند توبه کنه، یعنی از این گناه توبه کنه. و وقتی که شما نیت نکرده و دیگر روزها را خورده، اون روزهای خوردگیتونه بعد از رمضان فقط قضا میداره، تمام. برای شما کفارت لازم نیست. هم چند روز خورده همون روزها را یعنی قضا میداره. برادر عزیز، خداوند وقت سعادت دنیا و آخرت نصیبتون بگردانه و نگهبانتون باشه برادرایی که در شهر قزاقستان هستید.